یه سوالی واسم نوشتن، دارم بهش انگار جوابش خیلی مشخصه. برام نوشتن که چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره که این تغییر رو تو زندگی خودش ایجاد کنه؟ اون نقطه شروع تغییر چیه؟ سوال خودت نیست؟ آخه معلومه دیگه، وقتی که نمیدونم وقتی میخوای شروع کنی که خودت میدونی، یعنی اون به یه یأسی رسیدی، به خودت میفهمی. مثل اینه که بگی که به یه نفر توضیح بدی که عاشق شدن چه لحظه ایه. خب خودت میفهمی درونت دیگه. اون شروع هم به نظر شروع تغییر وقتیه که بخوای تغییر کنی، یعنی تو خودت به وجود میاد. نمیفهممش. خیلی جالبه که تو این نگاهت رو میشنوم، به خاطر اینکه تو داری میگی که خب معلومه که من این تغییر رو حس میکنم و میرم به سمت تغییر چیزی. این نگاه تو محمد، خیلی آدم ها لحظه تغییرشون رو متوجه نمیشن و به اون وضعیتی که توش به سر میبرن، وضعیت ناراحت، سردرگم، آشفته، پریشان، از جا در رفته، من میگم گاهی وقتا این رو اصلا طبیعی تلقی میکنن. میدونی؟ تو اینجوری فکر نمیکردی نه؟ نه یعنی اگه اذیتت میکنه مگه نباید یه تغییری به وجود بیاد؟ من مثلا الان این پیرن اذیتم میکنه، نمیتونم بپوشمش. خب دیگه چاره‌ای جز عوض کردنش ندارم دیگه. باید یه تغییر تو خودم ایجاد کنم که دیگه اذیت نشم. یعنی اینو خودم میفهممش. ولی ما آدم‌های بسیاری داریم که اون وضعیتی که توش به سر میبرن رو ادامه میدن و ادامه دادنه براشون انگار اون داره آرامش میاره. حالا اون وضعیت قربانی بودگیه، وضعیتی این که اوضاع خرابه بیرون، پس من نمیتونم کاری بکنم. میدونی؟ یعنی یه همچین توجیهاتی که ما میگیم تو کوچینگ، خیلی ها میگن، شاید شنیده باشی، میگن داستانهایی که ما از هر چیزی برای خودمون تعریف میکنیم، اون داستان ما رو به خودش وابسته میکنه. هر داستانی داریم میگیم، راجع به همین پیرنت داری یه داستانی برای خودت میگی و اون تو وابسته به اون داستانه هستی و اون داستانه رو زمانی عوض میشه، پیرن تو عوض میشه که اون داستان خودت رو راجع به پیرنت عوض کنی. خب و خیلی وقتا ما این مفهوم تو علوم انسانی خیلی داریم که ما حتی تو اقتصاد وابستگی به مسیر رفته داریم. یه اصطلاحی هست میگن که توی سیاست اقتصادی رو وقتی اتخاذ میکنی دیگه نمیتونی تغییرش بدی، انگار یه مسیری رفتی و الان نمیتونی که تغییرش بدی، به اون مسیر رفته خودت وابسته میشی. از تغییر میترسی یعنی؟ نه لزوما، یک جور امنیته. میدونی؟ یه جور در یک وضعیتی احساس امن میکنی، نه که لزوما بترسی، ترس هم یه دلیلشه، ولی احساس امنیت میکنی. ببین وقتی که ما از وضعیتی که هستیم راضی هستیم و توشیم، هر چی هست، هر چقدر ما رو آزار میده، اون از جای امن ما میاد و وقتی که میخوایم تغییرش بدیم، از اون ور ما میاد که بیشتر در جستجوی آزادیه. فیلسوفای زیادی راجع به این دوتا مفهوم حرف زدن، راجع به امنیت و آزادی. گفتن که ما همیشه در هر لحظه‌ای تصمیمی که میگیریم، تصمیم گیری بین امنیت و آزادیه. تصمیمای ما یا در پی اینه که امنیتمون رو فراهم بکنه یا این که برای آزادی. معلومه که برای آزادی خیلی سخت‌تر آدم تصمیم بگیره که بپذیره که من موجود آزادی هستم و میتونم از امکانات این جهان استفاده کنم و این امکانات مختلفی، امکانهای مختلفی در مقابل من هستن و قدرت تصمیم گیری و قدرت اختیار دارم. این آسون نیست، به خصوص وقتی که تصور بکنیم که جهان روز به روز بیشتر بر ما فشار میاره و متغیرهای زیادی داریم باید با دست پنجه نرم بکنیم باهاش و ما خسته میشیم. نیاز به امنیت داریم. خب اون وضعیت ذهنی ما رو تو فضای امن نگه می‌داره. تو هر داستانی که برای خودمون تعریف میکنیم، تو هر مسیری که تا حالا رفتیم،
امنیت برامون ایجاد میکنه و ما نیاز داریم برای اینکه اون داستان رو تغییرش بدیم، اون وضعیت رو تغییرش بدیم، نیاز داریم که به این بیاندیشیم که من یه وجه دیگه انسانی دارم غیر از وجه امنیتم و اون اینه که من آزادی میخوام. آزادی برای تحقق بخشایی از وجود منه که نتونسته هنوز تحقق پیدا کنه. خب وقتی این رو فکر کنی و یادت نره بین این دو مفهوم همیشه من در حال جابجا شدن هستم، اون وقت میای نگاه میکنی میبینی از وضعیت الانم راضیم یا راضی نیستم. بنابراین مفهوم رضایتمندی میاد وسط. آیا من راضیم یا راضی نیستم؟ اگر راضی نیستم چی رو میخوام تغییر بدم؟ به چه سمتی میخوام برم؟ وقتی فکر میکنم به چه سمتی میخوام برم خیلی چیزا باز میاد بالا. بحث معنا میاد بالا. من اگر راضی نیستم چون احساس میکنم زندگیم بی معناست، پس آیا میخوام که معنایی تولید بکنم برای زندگیم یا نه؟ این اونجاست که تولید معنا و اراده به تغییر میاد وسط. وقتی اینا قشنگ چیده شد و من میخوام برم به سمت تولید معنایی برای زندگی خودم و بعد البته برای جامعه خودم اثری بگذارم، همه اینا مراتب داره دیگه. خب بعد در اون صورت اون وقت یه جسارت میخواد. جسارتی که بله من میخوام برم به سمت تغییر. جسارت رو از کجا بیارم؟ من میگم از جوهر خود زندگی میاد بیرون. خود زندگی میگه تغییر توشه و اگر برات زندگی ارزش داره باید جسارت تغییر مداوم رو هم براش ایجاد بکن. معلومه که گاهی وقت آدم خسته میشه. خود من از تغییرات زیاد خیلی خسته شدم، ولی هر تغییری فکر کردم که منو یک پله بزرگ جلو برده. بنابراین از تغییرات استقبال کردم. البته وقتی هم که خسته بودم به خودم آف دادم. گفتم آقا الان باید اصلا هیچ تغییری ایجاد نکنم. ممکنه در روزمره اتفاق بیفته، ممکنه در یک دوره طولانی مدت برای سالها اتفاق بیفته. 1-2 سال من درنگ کردم اصلا برای اینکه اون شتابه که احساس می‌کردم برام یه کمی فروکش کنه و اتفاقا داستان این که من یک جا وایسم تا بهم تمام اون چیزایی که جا گذاشتم و در اثر سرعت زندگی نیومدن به من برسن، این داستان مهمیه. گاهی وقتا من لازم دارم که وایسم. همه اینا در مسیر تغییرن، در مسیر بهتر شدنن و زندگی همیشه رو به بهتر شدن داره. این حرفی که من دارم میزنم ممکنه به نظر انگیزشی و زرد و اینا بیاد. چرا؟ چون ما جنگ رو تجربه میکنیم. جنگ یعنی ویرانی، جنگ یعنی نابودی. ما کشتار رو تجربه میکنیم. ما تو جامعهمون خیلی چیزای دردناکی رو تجربه میکنیم. ولی مکانیسم بقای انسان اینجوریه که از سر میگذرونه. میتونه یه چیزایی رو در یک جایی متعادل نگه داره برای اینکه بتونه به زندگیش ادامه بده. وگرنه هممون خیلی بهانه داشتیم برای اینکه خودمون رو نابود کنیم. ولی همینقدر که زنده هستم یعنی که میخوام زنده بمونم. من به اونجا نرسیدم که بخوام این زندگی رو ترک بکنم. بنابراین کیفیتی که میخوام این زندگی رو کیفیتش رو به نحوی ببرم جلو که بره به سمت این که من تغییر کنم، جسارت تغییر داشته باشم و مسئولیت تغییرم هم بپذیرم. اینم یه نکته کلیدواژه. میبینی کلیدواژه‌ها قشنگ دارن کنار هم قرار میگیرن. یکی از مهمترین چیزایی که مهمه که ما تو کوچینگ باش کار میکنیم، دست کم من خودم خیلی بهش حساسم، کار با کلیدواژه هاست. حالا توضیح خواهم داد. کلیدواژه ها مهمن. کلیدواژه ها به ما معناهای کالکتیو میدن، معناهای خوشه‌ای میدن. خب حالا مسئولیت پذیری اینه که آقا من یک حیاتی دارم و مسئولیت این حیات با منه در درجه اول. معلومه که نیروهای زیادی کمکم میکنن،
از خانواده‌ام بگیر تا دوستانم، تا شهرم، تا مملکتم، تا قانون، تا هر چیزی، و درست همونها جلو پام سنگ میندازن. خب این واقعیت زندگیه. هم کمک هایی دارم، هم موانعی دارم. چجوری میتونم این موانع رو بشناسم و بتونم روشون غلبه کنم؟ این مسئولیت منه که بشناسم. چجوری میتونم آپشنای خودم رو که در دسترسمه بهتر بشناسم؟ این مسئولیت منه که بشناسم. هیچ کسی توی سینی نمیاره برای من بذاره و وظیفه نداره. کوچینگ اصلا یه بخش اعظمیش اینه که من بدونم که خودم خیلی تاثیرگذارم. نیرویی که از درون من توی تغییراتم، توی چیزی که پشت سر گذاشتم موثر بوده، خیلی بیشتر از اون چیزی که از بیرون میاد. یعنی ما ولی به عوامل بیرونی ولی یه چیزی رو بذار تصحیح بکنم. ببین همه چی در این زندگی به تعبیر من، برداشت منه ها، من فقط دارم ذهنیت خودم رو برای شما میگم. همه چیز توی این زندگی یک براینده. براینده از برهمکنشی یا تأثیر و تأثیر گذاشتن نیروهای مختلف. خب ما انواع نیروها داریم تو زندگی. معلومه یه سری نیروهای فشار میارن، مانع ایجاد میکنن. خب اگر من خودم رو وارد این ماجرا بکنم، قدرت‌های خودم رو وارد این ماجرا بکنم، اون برایند رو من میتونم به هم بزنم. داستان اینه. داستان انکار نیروهای مانع شده نیست، نیروهایی که فشار میارن، نیروهای نهادی، نیروهایی که مانع ما میشن نیست. انکار اونا اصلا واقعی نیست اگر ما اونا رو انکار بکنیم. اصلا دقیقاً زرد میشه، همون چیزی که اصطلاحه زرد میشه نمیدونم، آره تو میتونی، انگیزشی، اینا اصلا برای چی کار نمیکنه؟ انگار به قول یکی از اساتید من میگفت، همیشه به ما میگفت یه چیزی بگو که نور بده نه گرما. خیلی حرفای ما گرما میده. نه تو میتونی، گرم میشی، 2 قدم میری جلو، باز وای میسی. کوچینگ نور میده نه گرما. بنابراین اگه کسی اومد سخنرانی انگیزشی کرد و آدما و خودشو کوچ معرفی کرد، ببینید این باگه، این گرماست، این نور نیست. و تو نیاز به نور داری برای ادامه حیاتت، برای اینکه بفهمی تو زندگی کجایی، چه جوری هستی. نیاز به نور داری، نه لزوما به گرما. به گرما هم نیاز داری ها. خیلی وقت آدم در آغوش کسی گرماشو میگیره، آرامشو میگیره، امنیتشو میگیره، در آغوش مادرش، پدرش، پارتنرش، هر چیزی. ولی بیش از آن که به گرما نیاز داشته باشیم، به نور نیاز داریم. حالا داستان این که این نوره کجاست؟ این نوره از برایندی میاد که من واقعیت رو میبینم، واقعیت بیرونی رو میبینم، ولی در عین حال خودم رو حذف نمی کنم، خودم رو تو پرانتز نمیذارم از امور، از وقایع، از روزمرم، از اثرگذاری. خب خودم رو دخیل میکنم و مسئولیت حضور خودم رو میپذیرم. برای چی؟ برای اینکه این براینده رو به هم بزنم. بعد ماحصلش یه چیزی میشه. اون یه چیزه خیلی برکت داره و خیلی خوبه، چون اولا دستساز خودمه، من اثر داشتم و مقهور شرایطم نشدم و فقط با نق زدن و با میدونی یه جور ایزایی عمل کردن و هی عذاب کشیدن نبوده. واقعا پیداش کردم که کجا میتونم تغییر ایجاد کنم به صورت واقعی و همت کردم و میخوام تاکید کنم به صورت واقعی، چون آدم تو ذهنش فکر میکنه خیلی تغییرها میتونه ایجاد بکنه، اما یه کوچ کنار تو میاد به تو میگه چقدر واقعیه این تغییره، تا کجا میتونی، هی ازت سوال میکنه تا تو بتونی اون کاری که میتونی بکنی، اون اقدامی که میتونی برداری رو واقعی‌تر بکنی. حالا همه اینا رو که داشتیم گفتیم رضایتمندی نیست، انگار یه چیزی مشکله، پس من باید جسارت تغییر رو در خودم ایجاد بکنم. حالا به چه سمتی؟ انگار به سمت تولید معنا. داره کلمه هدفمندی خودشو نشون میده.
هدفمندی، بعضی وقتا آدما میگن من هیچ هدفی ندارم، اصلا افتخار میکنن به این موضوع. میگه من هیچ هدفی ندارم. اصلا یعنی چی زندگی هدف داشت؟ آقا مثلا من میخوام ول بگردم. افتخار میکنه به این موضوع؟ آره. یکی از مراجعینم خیلی جالب بود، البته یه جلسه من فقط باش داشتم، ادامه نداد. یکی از نکات خیلی جالبی که من از اون شنیدم، گفت زندگی به نظر من یعنی لذت. مثلا برای چی هدف داشته باشم؟ خب مگه لذت نمیشه هدفش؟ آره، منم همینو بهش گفتم اینم خوبه، پس تعریف زندگی از نظر تو اینه. ولی یه چیز جالبی میگه ببین من که دانشجو شدم به خاطر خودم نبوده، اصلا هدف خودم نبوده. مامانم میخواسته من دانشجو بشم. من الان رفتم دانشگاه فلان به خاطر اینکه مادرم برای من اینجوری خواسته و من خواستم مادرم رو راضی کنم. من هدفی نداشتم. من هدفم من اگر بشه هدفی، من میخواستم هدف مادرم که بچهش مثلا دانشجو باشه رو برآورده کنم، هدف یه آدم دیگر رو. خب ما نشستیم با هم دیگه، خیلی گفتگو کردیم، تا همون جلسه اکتشافی بودا و به این نتیجه رسید که اوکی، من به خاطر رضایت مادرم اومدم دانشجو شدم، اما انگار 50-50 است. من بهش نگفتم، خودش هدفش رو پیدا کرد تو همون جلسه اکتشافیمون. به خاطر همین میگین حتی شده یه جلسه اکتشافی داشته باش، ببین که یه کنجکاوی بکن، ببین آره یه کنجکاوی بکن، همون جلسه ممکنه به نفع تموم بشه، ممکنه تو رو جابجا کنه. و این برای من این یه جور مسئولیت اجتماعیه. برای همینه که جلسات صفرم، جلسات اکتشافی من سعی میکنم یه جوری باشه که بهره‌ای ببره اون آدمه، از کنجکاویش بهره‌ای ببره. آره. چرا این جلسه صفر توی یه سری از مواردی که میگید، حالا احتمالاً نمونه‌های دیگه‌ای هم داری، جلسه صفر به جلسه یک نمیکشه؟ یعنی اون آدمه چیزی رو در خودش روشن نکرده، اون همته چی میشه که شکل نمیگیره که بخواد با شما اون دوره رو ادامه بده؟ ببین من اینجوری با خودم، اولا که همطور که گفتم برای من برگزاری جلسه اکتشافی و جلسه صفر انگار یه جور مسئولیت اجتماعیه. میخوام آدما بدونن کوچینگ چیه و کوچینگ خوب چیه، تعریفاشو استاندارداشو بدونن. معلومه که بازار خیلی شلوغه و احتمالاً اون تجربیاتی هم داشته یا نداشته و اینجوری میتونید بهش نشون بدید، یه محکی بزنه ببینه که اصلا درک حضور همدیگه به صورت حالا آنلاینه، به صورت این که میاد خونه من، تو دفتر من میاد، توی محیط من میاد، خود درک حضور همدیگه خیلی جالبه، خیلی برکت داره. من اونو میبینم، اونم منو میبینه. یادته یه ایده‌ای بود که آقا آدمای کتابن؟ آره کتابخانه انسانی. آره کتابخانه انسانی. تو یک جلسه یه ساعتی میشینیم با هم حرف میزنیم راجع به مسائل اساسی. معلومه که من همینجوری کوچم اجازه نمیدم طرف درد دل بکنه که یه حرکتیش میدم دیگه، یعنی نه که من بدم، یک سوالاتی میکنم که یه جرقه‌ای تو ذهنش بیاد، یه فایده هایی ممکنه براش داشته باشه. ببین این در چارچوب مسئولیت اجتماعی منه، اون کنجکاوی اونو کشونده به یک جایی و خیلی خوبه که من یه چیزی میتونم معرفی کنم بهش، یک راهی رو بگم هست در این جهان. بنابراین توی به حساب اون وضعیت خودت نمون، یه چیزی هست. از بعد از اون اگر نیامد میگم که اوکی این زمانش نرسیده. خب به اندازه اون جلسه اول من بهره رو باید ببریم هر دو از همسفری یک ساعته هم دیگه. خب و بعدش میگم که زمانش نرسیده و میره و ممکنه برگرده. داشتی کسی که رفته و مثلا بعد یه مدت زمانی برگشته؟ بله و خیلی جالبه. انگار که با خودم فکر میکردم که تو دریای طوفانی ذهن این آدم، تو دریای طوفانی زندگی این آدم، این انگار یه فانوس دریایی انگار تو ذهنش بود و یه جا که موج اومد بالا یهو دید اومد دوباره سمت کوچینگ. ممکن بود با من کار نکنه ممکن بود با کس دیگه کار کنه، فاین، هیچ موردی نداره. خب ولی جالبه، من یه مراجعی داشتم که یادمه که خیلی ذهنش پیچیده بود و خودم انگار دلم میخواست که یه کمی با این کار کنم. یه دوره یه در واقع اعلامی من کرده بودم، گاهی میشه که روزای تولدم
من اعلام میکنم که مثلا 2 جلسه 1 جلسه مثلا من هدیه میدم. اینم میدونی از کجا یاد گرفتم؟ آره، یک توی سفر هندم، من 1-2 سالی هند زندگی کردم، توی یکی از اون سفرهایی که دور شبه قاره هند زدم و خیلی سفر پربرکتی بود، یه نزدیک 2 ماهی من دور شبه قاره هندو با قطار زدم. یک جا تو یک روستایی داشتم صدای آبشار میامد، داشتم میرفتم سمت آبشار، یه دفعه دیدم یک بچه 2 چرخ سواری داره از توی جاده میاد سمت من، حدود 10-12 سالش بود. بعد دیدم شروع کرد با من حرف زدن. خب ما خارجی بودیم در نظر اون و براش جالب بود. و وایساد گفتش که شما از کجایین؟ من این ساکن اینجا. و شروع کرد به انگلیسی با من حرف زدن. گفتم چه خوب انگلیسی حرف میزنی. گفت آره من دوست دارم انگلیسی رو و یاد گرفتم و اینا، پدرم هم تحصیل کرده است بهم یاد داده. بعد دست کرد تو جیب خودش و یه مشت شکلات به من داد. گفتم مرسی، چقدر شکلاتای خوبیه. شروع کردم با حرف زدن. گفت امروز روز تولد منه، میخوام اینو بهتون هدیه بدم. گفتم چه جالب، روز تولدت داری به من هدیه میدی؟ هدیه میگیرن آدم‌ها؟ آره معمولا هدیه میگیرن. گفتش که من فکر میکنم ما رسممون اینجوریه که در روز تولد هدیه میدیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه همه آدمای اطراف ما باعث شدن که ما زنده بمونیم. آره، و من به خاطر قدردانی که تا این سن رسیدم، آدمای زیادی باعث شدن که من تا این سن برسم، هدیه میدم به آدمای اطرافم. و همینجوری من مونده بودم، یه حکمتی از یه بچه 12 ساله داشتم میشنیدم و بعد اونجا همینجوری واو بودم. گفتم وای، این داستان تعریف کردن یه جور دیگه است، میدونی؟ و بعد بهش گفتم خب چرا داری به من هدیه میدی؟ گفت چون تو امروز سر راه منی و من یه آدم بیرون از زندگی خودم رو دارم میدم. به تعبیر جالب خودش، چون تو تازه‌ای، چون تو یه توریست تازه‌ای، من دارم میبینمت، من بهت برخوردم و این هدیه رو میدم که در روز تولدم به تو برخوردم. میبینی داستانی که آدم تعریف میکنه چقدر میتونه متفاوت باشه. همین تو ذهن من مونده سال هاست و من روز تولدم گاهی هدیه میدم، هدیه کوچینگ میدم، چیزی که خیلی دوستش دارم رو به آدما هدیه میدم و فکر میکنم که اون آدما دارن در واقع با حضورشون، با اومدن تو جلسه من به من هدیه میدن، کمک میکنن که من زندگی معنادار بشه. یه ترندیه میگه که زاویه‌ای درست وقتی که یه کسی تولدشه داره جشن میگیره، کیکشو فوت میکنه، دارن ازش ویدیو میگیرن، میگه که زاویه درست اینه، کسی که متولده دوربینو میگیره و دوربین رو میچرخونه سمت آدمایی که دقیقاً اون پشت دوربین واسطادن و دارن تشویقش میکنن، دارن کف میزنن، دارن میگه شما باعث شدین عدد رو از بالا میشمونن میان پایین، خوشحالن که کنارشن و میدونی اون قابل درسته، اون آدمایی که سر راه. آفرین. بنابراین میبینی اینو داشتم میگفتم که روز تولدم بود و من آفر داده بودم یه سری جلسه کوچینگ و یک نفر اومد با من صحبت کرد. 1-2 جلسه با هم صحبت کردیم و انقدر این ذهنش پیچیده بود، اوایل کار کوچینگم بود، انقدر ذهنش پیچیده بود و آدم اهل مطالعه و اهل کتاب خوندن زیادی هم بود و راستشو بخوای خیلی مشتاق شدم که با این بیشتر کار کنم. خودم بهش رفتم پیشنهاد دادم که من خیلی دوست دارم با تو کار کنم، میای با من کار کنی؟ و چون من خودم دارم پیشنهاد میدم هیچ شرطی نمیذارم، تو در واقع به من لطف میکنی که بیای در واقع تو این دوره کوچینگ من شرکت کنی. با اکراه پذیرفت، میگفت نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی پذیرفت و گاهی آن آف بودیم با هم دیگه. خب خواست من بود واقعیتش، اون خیلی درک شدنی بود که اون وقتاش ببینه کی چیزه. خلاصه توافقاتمون رو تا حدی که میشد با هم انجام دادیم و یه دوره با هم رفتیم. اصلا مناسبات پولی چیزی بینمون نبود و من بیشتر داشتم سعی میکردم که کشف کنم که یه ذهن پیچیده رو چجوری میشه همون ساختار کوچینگ رو براش پیاده کرد. تمام شد دوره ما و هیچی، مرسی خداحافظ. ما همه چیزو ست کرده بودیم. با تردید به من گفتش که آره من به یه چیزایی رسیدم، خیلی جالب بود که من تونستم برای تو حرف بزنم، خیلی جالب بود که انقدر تو متعهد بودی به منو پیگیری میکردی، اقداماتمو. خلاصه گذشت و من
همه اصول رو پیش می‌بردم با اون، ولی خیلی اصرار نمی‌کردم به خاطر اینکه خیلی سعی نمی‌کردم مدیریت کنم ماجرا رو، به خاطر اینکه خواست من بود و همیشه این تو ذهنم بود. گذشت حدود 1.5 سال گذشت. این یه بار با من تماس گرفت و به من گفتش که آذر، من توی 1.5 سال یه اتفاقایی افتاده که من قبلا اصلا حاضر نبودم اون اتفاقات رو رقم بزنم. گفتم چطور؟ گفت اصلا من یه کارایی کردم که فقط میتونم بگم به خاطر اون دوره‌ای بوده که با تو بودم، هیچ عامل دیگه ای نیست. گفتم یعنی چی؟ گفتم یادته که اصلا با اکراه اومدی و خواست من بود بیشتر و لطف کردی تو به من که ذهن تو باز کردی درم. گفت آره، ولی همه اینا به من نشون داد که من در اثر اون دوره‌ای که ذهنم منظم شده بود، تو کمک کرده بودی ذهنم منظم شده بود، ذهنم ارزشش رو پیدا کرده بود، تصمیمامو جلو روم نشون داده بودی، انتظاراتمو داشتم درست و واضح میدیدم. همه اینا انگار باعث شد که یه کارایی من بکنم که قبلا نمی‌کردم و یه تحولی در زندگیم پیش اومد. یه نگاه هم اصلا یه جوری تغییر کرد که من بعد از دوره تازه متوجه شدم، میدونی؟ و اومد گفت حالا میخوام به اراده خودم دوره کوچینگ رو با تو شروع کنم. چقدر گذشته بود زمان؟ 1.5 سال. یعنی 1.5 سال طول کشید که این ته‌نشین شدن اثر دوره کوچینگ رو خودش ببینه. آره. من به خاطر همین میفهمم خیلی از مراجعینم آخر دوره من از بس اصلا کسی باورش نمیشه در عرض دوره 3 ماهه، حالا من میگم 100 روزه، این یه همچی تغییراتی رو ببینه و رقم زده باشه. اغلب آدما اصلا چیز نیستن، باور نمیکنن و من دیگه الان میگم میدونم که باور نمیکنی، برو یه 3-4 ماه دوراتو بزن، بعدش اگه دوست داری بیا با هم بشینیم ببینیم واقعا تغییر کردی، چجوری تغییر کردی، تا کجا تغییر کردی، رو چیا تغییر کردی. یه چک دوباره میکنیم بعد از 3-4 ماه 2-3 ماه، بستگی به توافقمون داره. میدونی؟ میفهمم که این تغییره اول باورناپذیره برای آدما. یه سری کلیدواژه گفتید واسه این اپیزود، یکیش مسئولیت پذیری بود، یکیش جسارت بود، یکیش رضایت بود. میخوام ببینم که شفافیت رو هم در موردش حرف بزنیم. شفافیت توی کوچینگ چجوری حاصل میشه؟ آره، خیلی خیلی کلیدواژه مهمیه. اولا بسیار شفافیت معیار مهمیه در کوچینگ و اصلا یکی از وظایف کوچ اینه که هم شفاف باشه راجع به همه چیز. محمد، شاید اون شفافیتی که در کوچینگ باید اتفاق بیفته و معیار درست کوچینگ، استاندارد درست کوچینگ، شاید پذیرشش به لحاظ فرهنگی برای ما خیلی سخت باشه. خیلی سخت باشه. نسل‌های جدید من میبینم که دارن خیلی شفاف با هم برخورد میکنن و این خیلی منو خوشحال میکنه. ولی به هر حال ما در یک بستر فرهنگی به سر میبریم که اغلب ما 2 چهره، چند ماسک داریم و این یعنی این که ما برای خودمون یک سپری درست میکنیم که اون بود وجودیمون یک نمود دیگری بهش بدیم. بین بود و نمودمون به قول فلاسفه یک فاصله‌ای هست. خب برای اینکه نمودمون رو نمیتونیم شفاف نشونه همه بدیم، چون که قضاوت میشیم، چون که دسترسی ویترین خودمون رو اصلا خراب کنیم. به قول تو ویترینمون رو خراب بکنیم، یا اصلا بعضیا اگه ببینن اون شفافیت و دسترسی به منابع و اعتبار ما رو بالا پایین خواهند کرد. اینم واقعیته. بنابراین ما دوست نداریم شفاف باشیم و شاید از معدود جاهایی که ما میتونیم تجربه شفافیت رو داشته باشیم در کوچینگه و این شگفت انگیزه. این سطح از شفافیت بسیار برکت مهمیه. یک ثانیاً این که کوچ تو کمک میکنه که خودت برای خودت شفاف باشی، ذهنت برای خودت شفاف باشه، احساست برای خودت شفاف باشه، اقداماتت برای خودت شفاف باشه. چرا من دارم این کارو میکنم؟ چطور شده که این کارو کردم؟ چطور شده که این گزینه رو انتخاب میکنم اون یکی دیگر رو نمیکنم؟ و خودتو پیدا کنه به صورت شفاف توی تصمیماتت، توی احساساتت، توی افکارت. و این شاید اولین برکت کوچینگه که تو خودت برای خودت معلوم میشی، جای خودت در جهان ذهنیت
و در موقعیت زیستت معلوم میشه، شفاف میشه. وقتی این وقتی معلوم شد، وقتی این شفافیت اتفاق افتاد، میدونید چی میشه؟ مستقر میشی درون خودت. یعنی چی مستقر میشی؟ جات معلوم میشه. در جهان پیچیده اطرافت جات معلوم میشه. استقرار درونی پیدا میکنی. و اینم یک کلید واژه دیگه. استقرار درونی بسیار مهمه. تو اگر فقط به زیست خودت فکر کنی، باید مستقر باشی در درون خودت. یه جا وایسادم و از اونجا به جهان دارم نگاه میکنم، به دیگری نگاه میکنم، از یه جای روشنی دارم نگاه میکنم. و حتی اگر که بخوای تو جهانت هم دخالت بکنی، نیاز داری به این استقرار درونی. اگر این استقرار درونی رو نداشته باشی، جهانتو از هم میپاشونی، به هم میزنی، نمیتونی اثری داشته باشی و نمیتونی با کسی به توافق برسی. دائم در جنگ و گریزی، دائم در اره بده تیشه بگیری، دائم نگاه میکنی ببینی طرف مقابلت چه کار کرد، بعد خودتو باش تنظیم میکنی. و این تنظیم با دیگری پدر تو رو در میاره بیرو درواسی. تو اگر خودت سر جای خودت باشی، متر و معیارت دست خودت باشه، میتونی با دیگران توافق کنی. در غیر این صورت نمیتونی. خسته میشی، دائم وجودت خسته است، دائم مثل این که توی میدان جنگی حضور داشتی، دائم یعنی ضربه خوردی، دائم ضربه ها تو باید اندازه بگیری که زخم چقدره، عمقش چقدره، اندازش چقدره. مگه چقدر توان داری؟ ولی اگه در جای خودت مستقر باشی، بشناسی اندازه خودت و مناسبات خودت و دلایل خودت و معنای خودت رو بشناسی، اون وقت میتونی با جامعه ارتباط بگیری، با دیگری ارتباط بگیری، ولی در عین حالم معلومه که بازم زخم میخوری، زخم کمتر بخوری، اندازه زخما عمیق نباشن اونقدر. چرا؟ چون یادت گفتم برآیند میشه، تو هم دخالت داری که اون زخما رو، مسئولیت داری که اون زخما رو کمترش کنی، بعضا مداواش کنی، سریعتر مداوا میشه. و این وابسته است به اون استقرار درونیه که تو باید در جستجوی اون استقرار درونیه باشی. یادت گفته بودم توی روایت‌های قبلیم که ما همیشه معطوف به دیگری زندگی کردیم، چون در یک جامعه سنتی از تو میخوان که معطوف به دیگری زندگی بکن و تلاش کن، کمک کن که بیرون جامعه، بیرون جهان بیرونت درست بشه. یادت میگفتیم انگار شیپور به ما گفتن از سر گشادش بزن، هر چی فوت میکنی صداش در نمیاد. شیپور رو از یه جایی باید فوت کنی که صداش در بیاد. و اون کجاست؟ از خودت شروع کن. یادت میگفتم مسئله اجتماعی اینه که ما خودمون رو نمیبینیم. استقرار درونی فردی اصلا یک مسئله اجتماعی شده. آدما آشفتن، آدما دائم در حال یقه به یقه شدن و دست به یقه شدن با این و اونن، رقیب میتراشند. همه جهان اینطوریه ها، ما بیشتر چون توی جامعه سنتی هستیم و جامعه از ما اینو میخواد که معطوف به دیگری زیست بکنیم. بنابراین از یک سخته، یعنی حس کنم آدم سردرگم میشه با توجه به اینکه یه سوشال مدیاییه که من الان اسکرول کنم یک عالم آدم دیگه هستن که هر کدوم یه جاهای مختلفی هن. یکی داره میره سفر، یکی ماشینش رو عوض کرده، یکی چه میدونم فلان کار عجیبو کرده، فلان چیزی که دست من اصلا بهش نمیرسه و حسرت برای من تولید میکنه، انتظار برای من تولید میکنه، مقایسه ایجاد میکنه و اینکه آدم به خودش نگاه کنه و هی میگین در خودش مستقر بشه، خیلی کار سختیه. خیلی کار سخت، در نیاز به کمک داری.
هممون نیاز به کمک داریم، اصلا تنهایی نمیتونیم. خب توی جهان امروز آدما یه سری توی بمباران اطلاعاتی هن. یعنی توی یک ابر بزرگی از اطلاعات، این آسمونه همیشه کدره و میخوام ببینم که خب سردرگمیه توی این اطلاعات وسیعی که آدم باهاش روبروان ناخودآگاه پیش میاد دیگه. در مورد این سردرگمی واسمون بیشتر بگی. ببین واقعا گاهی وقتی به کوچینگ فکر میکنم به این نتیجه میرسم که چی شده، در پی چه پرسشی کوچینگ درست شده. به قول تو ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز هست، یه عالم مواد و متریالی هست که ما آموزش ببینیم، چت جی پی تی هست، نمیدونم یعنی هوش مصنوعی هست، همه اینا، و ما اطلاعاتمون زیاده. پس چه پرسشی بوده که کوچینگ براش سر و شکل پیدا کرده؟ میدونی چه پرسشی بوده به زعم من؟ اینی که واقعا تغییر چگونه ممکن است. خب اینی که آیا آموزش اگر ببینم تغییر میکنم؟ لزوما نه. آدما خیلی چیزا میدانند اما ممکنه رضایت نداشته باشن از زندگیشون و ممکنه عمل نکنن به اون دانسته هاشون. میدونی؟ پس لزوماً آن چیزهایی رو که من میدانم یا آموزش هایی که دیدم از هر طریقی ممکنه من رو عمیقاً رضایتمندی درونی بر من ایجاد نکرده باشه، و یکی هم این که ممکنه اون دانشی که دارم، اون چیزهایی رو که میدانم عمل بهش نکنم. همینجوری برای من یه باکسیه که میدانم. خیلی آدمای اینجوری سراغ داریم که اصلا میگه چرا این یارو با این همه کتاب خونده، این همه بلده، ولی چرا توی زندگی خانوادگیش انقدر انقدر متناقض داره عمل میکنه. و گاهی تعجب ما برمیانگیزه که چرا آدمه یه چیز دیگه میگه، یه حرف دیگه میزنه، یه جور دیگه عمل میکنه. کوچینگ انگار این دوتا رو به هم، حرف و عمل رو به هم باید نزدیک بکنه، چون تعارضات بین این دوتا رو از بین میبره. اون جوری که معنایی که تولید میکنی، ارزشی که داری، میرسی به اقدام منطبق با اون ارزش. اصلا کوچینگ یه چیز خیلی جالبی میگه اگر تو طبق ارزش هات زندگی کردی و عمل کردی، راضی هستی و حالت خوبه تو زندگی. اگر ارزشات یه چیز دیگه بود و یه جور دیگه مجبوری عمل بکنی و یا داری عمل میکنی، حالت بده و اصلا راضی نیستی از زندگیت. و کوچینگ اومده کاری بکنه که این جوری این تغییر رو در زندگی تو، در ذهن تو، در احساس و عملکرد تو ایجاد بکنه که این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. یکی از مفاهیم مهم کوچینگ، چه جالب این جلسمون، این اپیزودمون انگار سر مفاهیم داریم حرف میزنیم. یکی از مفاهیم مهم اینتگریتیه، یک پارچگی. یعنی آنجوری عمل کنم که فکر میکنم. و اگر نمیتونم اونجوری عمل کنم که فکر میکنم، ببینم مانعم چیه. یادت پرسیدی اول جلسه که ترسه؟ من گفتم گاهی ترسه، گاهی یه چیزای دیگه است. حالا فرض کنیم بگیم ترسه. بذار به اون ترسه که تو گفتی که اغلبا آدما آشنا میگن که آره ما نقطه امنت هستی، بنابراین میترسی از نقطه امنت بیای بیرون که تغییر رو در خودت ایجاد کنی. خود منم اینو گفتم به سمت امنیت میریم، به سمت آزادی نمیریم. جالبه برات یه چیزی بگم، و اون این که با آدما وقتی حرف میزنم این جمله رو که من میگم آره یه ترسی داری که مثلا اون مانع میشه، آدما از کلمه ترس میترسن. جالبه نه؟ تا من میگم از یه چیزی میترسی، میگه نه من از چیزی نمیترسم. میگم ببخشید کلمه ترس رو به کار بردم. از ترس میترسی نه؟ میدونی چرا آدم ها از ترس میترسن؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی بهشون میگی تو از یه چیزی میترسن، بلافاصله ذهنش میترسی، بلافاصله ذهنش میره این که یعنی من ترسو هستم. احساس ضعف میکنه. آفرین. خودشو در جایگاه ضعیف آسیب پذیر شناسایی میکنه.
و خودش به خودش یه لیبل میزنه، ترسو. گاهی آدم میترسه، این واقعیته، این مربوط به انسانیت انسانه. در یه موقعیت‌هایی من میترسم، ولی لزوماً اسم من ترسو نیست. ولی کارکرد ذهن ما اینطوریه که بلافاصله یک عنوان میذاره برای رفتار خودش، یه لیبل میسازه و من خودم رو زیر اون لیبل شناسایی میکنم و نمیخوام بکنم. ترسو؟ من ترسو نیستم. و به خاطر همین خیلی کوچ باید مراقب این باشه که چه کلماتی به کار میبره. من خودم از فراینده اینو یاد گرفتم که حواسم باشه که بعد فکر آدمه رو من زودتر بتونم بخونم، مسیر فکریشو زودتر بتونم بخونم، بتونم پیش بینی کنم، بفهمم که این یهو خودش رو در موقعیت آسیب پذیر میبینه و نمیخواد موقعیت آسیب پذیر رو ببینه. اولا با هم تو گفتگومون اینجوری پیش بریم که انسانیت ماست. بله انسان آسیب پذیره، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. گاهی از چیزایی میترسه. آره گاهی میترسم. من جز انسانیتم لزوما قدرت نیست، آسیبم هست، خب، و بپذیرم این ماهیت انسانی خودم، بپذیرم. و دومم این که یادم باشه که اون لیبل ممکنه اذیتش بکنه و من باید این رو از زیر چتر لیبلای خودش بکشونم بیرون و جوری کمکش کنم که با خودش شفقت بیشتری داشته باشه و با مهربانی و با خیلی آرام به خودش ستم نکنه. یکی از ستمایی که ما میکنیم به خودمون معمولا اینه که یکی لیبل میزنیم به خودمون و خیلی اذیت میشیم، وای من ترسو شدم دیگه از این به بعد، و خیلی خودمون رو اتون بازشناسی میکنیم. اینا همه تئوری هایی تو جامعه شناسی داره، همه اینا اومده توی کوچینگ هم خودشو نشون میده که من چجوری خودم رو میبینم و هم این که قدرتم رو کم میکنه. و کوچ به خاطر اینکه میخواد تغییر کنه و میخواد تغییر ایجاد بکنه، برای مراجعش بهترین نسخه خودش رو بیاره بیرون، کمکش کنه که بهترین نسخش بیاد بیرون، باید اون موانع ذهنیش رو سعی بکنه که برطرف بکنه. یکی از چیزهای جالبی که میخوام بگم و اگر سوالی نداشته باشی این اپیزود رو باش تموم بکنم، اینه که یادمون باشه که ما خودمون نسبت به خودمون از همه دنیای بیرون بی‌رحم‌تریم. وقتی با خودت حرف میزنی خیلی نسبت به خودت بی‌رحمی. و یکی از کارهایی که کوچینگ میکنه اینه که تو بعد از یه دوره احترام بیشتری به خودت میذاری، چون قدرتاتو پیدا میکنی. همش خودتو زیر سایه ضعف تعریف نمیکنی. یکم با خودت مهربونتر و حرمت بیشتری به خودت میذاری. میدونی؟ چون میبینی که من هم قدرت دارم هم ضعف دارم، اوکی قدرتام هم هست، بنابراین من انسان محترمیم. این اپیزود رو که گوش کردید و اگر همدل بودید باهاش، از خودتون بپرسید که من کجاها با خودم بد حرف میزنم، کجاها دارم به خودم احترام میذارم. اگر حتی احترام زیادی به خودم میذارم، یه جاهایی ممکنه دارم یه چیزی رو میپوشونم، دارم یه ضعفی رو پنهان میکنم و اوکی تو مثلا خیلی خیلی گنده‌ای، خیلی خوبی. میخوام بهت بگم که گاهی وقتا تو کوچه تاریک آدما گیر میکنن، سوتای بلند میزنن. اون تاریکه چرا کوچه تاریکه که تو مجبوری سوت بلند بزنی؟ اینا سوالاتیه که آدم خوبه از خودش بکنه. منم از خودم میکنم. مرسی متشکرم. آزم این سوال دارم. بگو عزیزم. میگی توی کوچه تاریک سوت بلند میزنی و اونجایی که میگی آدم حرمت خودش رو با خودش بهرمون
وایب اینکه آدم مثلا خودشیفته هم میشه رو میشه گرفت یا نه؟ آره این خیلی حرف مهمیه. ما هم ممکنه موجوداتی باشیم که اعتماد به نفس نداشته باشیم، هم موجودات خودشیفته‌ای باشیم. و به نظر من آدمای متخصص خیلی با مطالعه بیشتری باید راجع به این قضیه حرف بزنن. من ممکنه مطالعاتم در حد خودم، ولی به نظر من خودشیفتگی از یک جای بسیار بسیار هولناک میاد، از یک حفره خیلی ترسناک میاد. خودشیفتگی خیلی معضل بزرگیه. آدمی که خودشیفته است معمولاً آدما رو عصبانی میکنه، ولی خوبه که آدم به آدم خودشیفته به عنوان دلسوزی نگاه کنه، به خاطر اینکه یادش بیاد که از یک حفره بزرگی داره میاد. همونی که گفتم وقتی که تاریکی رو در خودش توی کوچه احساس میکنه شروع میکنه سوتای بلند کشیدن، سوت میزنه، سوتای بلند میزنه برای اینکه اون تاریکی رو پر کنه. این نظر منه، نمیدونم. آره آره. من حالا آدمای دیگه از من عصبانی میشن، مثلا اگر خودشیفته باشم، خب خودم چجوری میتونم مرزش رو بفهمم؟ باید بشینی چک کنی با صداقت زیاد، با آتنسیتی زیاد. ببین اینا کلمات مهمی هن. با شفافیت زیاد بخوای با خودت روبرو بشی، خب، و ببینی که واقعاً تواناییات کجاست و چه تصویر واقعی از تواناییات میتونی داشته باشی. گاهی این خودشیفتگی یک جور واکنش نسبت به محدودیت ها. اینا رو باید بتونی بشینی و نقشه ذهنی تو نگاه کنی و بتونی متعادل کنی، برسی به اون برایند نیروهایی که هم تو اثر داری و هم این که نیروهای بیرونی اثر دارن بهت. توی مراجعه اینه آدم خودشیفته قطعا داشتی، و همون که میدونم آدم که با کم بوده، اعتماد به نفس کم اومده هم داشتی، فکر کنم اعتماد به نفس کم بیشتر بوده. آره خودشیفته بیشتر، کمتر. خب یکی از مشکلات خودشیفتگی همینه که انقدر نمیاد و انقدر خودش رو اوورسایز میبینه که اصلا اوور استیمیت بهش میگن، انقدر خودش رو بزرگتر میبینه که اصلا مسئله‌شو نمیتونه درک بکنه. چه بعد طرف معضل داره ولی نمیتونه ببینه، مطمئنه که معضل نداره. این و اتفاقا اون کسی که خودش رو تو جایگاهی میذاره که میگه من اعتماد به نفس ندارم باید بهش تبریک گفت، به خاطر اینکه یه مشکلی داره که میتونه بره مشکلش رو تارگت کنه و حل کنه. مشکلشو میبینه. مشکلشو میبینه، ولی وضعیت خیلی دردناکیه که آدم حتی مشکلشو نبینه، چون انسان یعنی مشکل. مگه میشه؟ انسان اصلا فرشته نیست، خدا نیست که انسانه و حتما مشکل داره، ولی مهم اینه که من مشکلم رو بتونم ببینم. یعنی انقدر ابرای مختلف جلو چشم من نباشه که من نتونم ببینمش و به سمت حلش برم جلو. و اون کسی که اتفاقا میتونه مشکلش رو ببینه، ضعفی احساس میکنه، باید به خودش آفرین بگه، یه لایک بده به خودش که اوکی من در جایی هستم که میتونم ببینم. آسیب پذیریه دقیقاً یه کلید واژه. بذار بگیم حالا که اومد. یه کلید واژه مهم ولنرابیلیتیه. آسیب پذیری. چقدر خوبه که اینو بگم. در معنای مثبت. در معنای مثبتش دارم میگم. دقیقاً توی حوزه روانشناسی و تراپی وقتی که صحبت میکنم، اتفاقاً من با یکی از دوستانم که رو تروما کار میکنه، خیلی دقیق و خیلی خوب
و کارش فوق‌العاده است صحبت میکردم راجع به آسیب پذیری و میدیدم که چقدر نگاه من با اون متفاوته، چون اون کار تراپی میکرد دائم به فکر درمان بود. خب و وقتی این کلمه رو داشتیم با هم، محور این کلمه رو گذاشته بودیم و داشتیم پیرامون این کلمه با هم حرف میزدیم، چون اون ذهنیتش ذهنیت درمان بود، دائم میگفتش که آره آدم ها آسیب پذیرن، ما باید ببینیم، ما باید درک بکنیم که آدم ها آسیب میبینن و ما باید این آسیب رو براشون نورمالایز کنیم، بگیم که اشکال نداره که تو آسیب میبینی و به خودت شفقت داشته باش و این آسیب رو کمک کنیم که درمان بشه. من چجوری میدیدم؟ من میگفتم که آره ما باید درک بکنیم که ما انسانیم و گاهی آسیب میبینیم، ما فرشته نیستیم، ما خدا نیستیم. ها؟ آسیب پذیری رو مثبت ببینیم. آره آسیب پذیری رو مثبت ببینیم و اتفاقا این رو در آغوشش بگیریم و بگیم بله من انسانم، جایگاه انسانی خودمون رو به رسمیت بشناسیم. وقتی جایگاه انسانی خودتو به رسمیت میشناسی میبینی اوکی شکست میخوری. و اتفاقا دیدم چه حرکت‌های قشنگی الان تو پادکست ها و اینا داره اتفاق میفته. اصلا آدما بیان بشینن راجع به شکستشون حرف بزنن، لزوما راجع به پیروزیاشون حرف نزنن، اصلا بگن که اون شکسته چقدر براشون منفعت داشته. چند روز پیش با یک کسی صحبت میکردم، میگفت شکستای من استادان بزرگ من بودن. این کلمه رو دیگه الان خیلی داریم، این جمله رو خیلی میشنویم ها، که شکستای ما اتفاقا ما رو میبره جلو و اون من انسانم، من شکست میخورم و لزومی نداره از شکستم خجالت بکشم و جنبه مثبتش اینه که من میتونم از اون درس بگیرم و به رشد خودم کمک کنم و از اون شکستم یک پله بسازم. بنابراین وقتی کسی اعتماد به نفس نداره و میگه میخوام بیام رو اعتماد به نفسم کار بکنم نسبت به اون آدم خودشیفتهه، میگه انسانتری، به بچه عالی، پس تو مسیر رشدی و این بسیار بسیار مهمه. آها یه چیزی خوبه، بذار من یه چیزی بگم. میشه من یه چیزی بگم؟ کلاکت میزنی؟ بیا کاتمونو بده. مرسی. مشقی. این خیلی چیز بود، خیلی سیرکوله قشنگی بود. نگه داریم بچه‌ها اینو.